الله میگوید که الله ودود است، یعنی محب شماست. در حدیث قدسی میفرماید که آن را برای مؤمنین منهج گذاشته است. الله عزوجل میگوید ای فرزند آدم، هرگز تو از صاحب سلطان نترس تا آن زمانی که سلطانیت من باقی است و سلطانیت من هرگز تمام نمی شود. ای فرزند آدم، تو از کم شدن رزق نترس و حالا اینکه خزینه های من بی نهایت پر است و خزینه های من هیچگاه تمام نمی شود. ای فرزند آدم، تو را برای عبادت خلق کردم، پس بازی مکن و من رزقت را ضمانت دادم، پس خود را خسته مکن. خسته شدن خستگی جسم نیست، بلکه منظور از خستگی عقلی و خستگی فکری است. اعضای تو عمل می کند و قلب تو توکل می کند. خلق کردم تو را برای عبادت، پس بازی مکن و ضمانت دادم رزقت را، پس خود را خسته مکن. پس به عزت و جلالم قسم، اگر راضی شدی بر آنچه که تقسیم کردم بر تو، قلبت را و بدنت را آرامش می بخشم و در نزد من محبوب می گردی. و اگر راضی نشوی بر آن چیزی که بر تو دادم، پس به عزت و جلالم قسم مسلط می گردانم بر تو دنیا را، همان گونه ای که حیوانهای وحشی در بیابان به دنبال شکار خود می دوند، تو به دنبال آن بدوی. پس چیزی بر تو تقسیم کرده ام بیشتر بر تو نخواهد رسید. ای فرزند آدم، خلق کردم آسمان ها و زمین را و عاجز نشدم در خلق کردن آنها. آیا عاجز می گرداند مرا یک بریدن نانی که بر تو می دهم؟ ای فرزند آدم، رزق فردا را از من نپرس، چگونه ای که من عمل فردا را از تو نمی پرسم. ای فرزند آدم، من دوستدار تو ام، این می گردد به همان ودود. پس به آن حقی که بالای تو دارم بر من محبوب باش.